درود به همگی بچه ها، چطورید؟ به چنل زیرو تن گیمر خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن و جذاب از لیونل مسی فنا این ویدیو رو دوست دارن. اگه مسی فنی یا رونالدو فنی که مسی رو دوست داری این ویدیو مال توه. لایک و کامنت یادت نره، کامنت بذار، لایک و سابسکرایب رو بزن دیگه، چیزی نیست سابسکرایب نمی کنی که. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب لیونل مسی، اصلا که رونالدو فنم باشی از بازی کردن مسی عشق میکنی. اوف خدای من. منچستر سیتی 2015 پپ گواردیولا، واه اشراشی. ببین نه پا عوض میکنه نه حرکت های عجیب و غریب، انگار تو به پاش چسبیده. به فرانک ریبری یه پا دو پا زد. مرسی. منچستر یونایتد 2010 فکر کنم. خدای سر توپای منظم و تر و تمیز، چه بدنی گذاشت. به البته مسی الان زیاد قشنگ نیست، ولی مسی قدیم اوف ایول. مسی واقعا آدم لذت میبره اصلا. بابا ول کن. پاس گله. با دو نفر اذیت نکن جان بچت. ایول برازم. دو نفر، سه نفر. وای چقدر خوب زد. آفرین. چقدر قشنگ دریبل میزنه، چقدر قشنگ. توپ از روی بازیکن رد کرد. میدونه پاشو کجای توپ بزنه که بتونه بهترین عملکرد از توپ بگیره. بیا توپو گرفت همین اول کار. لیلایی بابا یه سر توپ یه پاس. مرسی واقعا. چه لایی انداخت. بوم. وای گل نشد. 2014 دیگه این معروف ترین گلشه دیگه. ریاکشنشو فقط خیلی قدیمی، مال تو 2009 اینا باید باشه، 2008 اینا. پاسش رسید، گلم، پاس گل داد. بنازم. یه نفر، دو نفر، سه نفر دیگه پنالتی رو دادن دیگه. اینم که دیگه به بارسلونا. آخ بابا چرا بد لایی میزنه. آرژانتین همین جلوی فرانسه هم از قهرمان جام جهانی. وای پاس گل داد. جلو فرانسه نیست، جلو فرانسه است. آره دیگه قهرمان شدن. آره پاتبک رو بگیر. مرسی. وای مسی 2011. وای خدای من نکن دیگه. خوبیش این بود که تمارض نمی کرد. میزدنش بازم پا میشه، یارو گرفتتش باز توپو نمیده. حروم توپو نمیده. تو چجوری دیدی اونو؟ بیا دو نفر. رد شد. ولز بازی جنجالیش. یونایتد یه پا دو پا به نانی زد. نانی 2017 میپوشید تو منچستر. آرژانتین پاس میده الان دیگه. ایراد نه خطا گرفت. فکر رد شد اصلا. 2016 2017
تو بهش خورد یه تیرک. قلبم درد گرفت. مگه میشه اینجوری آدم لای بزنه؟ کریر اون بازیکن تموم میشه. 2014 آلمان. بابا بذار ببینیم دریبلشو. جلو یوونتوس. چقدر به سیتی لایی زده. اینجا مهم مارادونا. مسی 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 مسی. بیا رفت بگذارید. لایم خورد. رئال مادریده. مسی اینتر میامه. یه سر تو 3 نفر رد. یه عقل پا. جام جهانی از بهترین ورژن های مسی، خطرناک ترین ورژن مسی. جام جهانی 2022 میبرستن مردم آرژانتین. وای چیکار میکنی؟ چه یه پا تو پایی میندازه، چه دو طرف هایی میندازه. راموس. وای این گل معروفش به رئال مادرید. بایر مونیخ. بایرنه؟ آره بایرنه. 8 خورده بودن فکر کنم همون سال بود. عالی بود. 2017 کله سفید بغدادی. پنالتی. آی وای وای جلو اروگوئه. وای مسی. 1 نفر 2 نفر 3 نفر 4 نفر 4 نفر. واقعا حالا توپ طلایی که گرفته نمیدونم، نمیخوام چیزی کنم ولی جام جهانی واقعا خیلی خوب گرفتن. لیونل مسی آنکارا مسی. لیونل مسی. خیلی کیف داد. امیدوارم که تو هم کیف کرده باشی مثل من و لایک و کامنت یادت نره. نوکرتم تا یه ویدیو دیگر. خداحافظ.